اگه دوباره 20 سالم بشه نمیدونی چه کارایی میکنم. بیشتر شکرگزاری میکنم، بیشتر شادی و خوشی میکنم. به جای قصه دیروز و فکر فردا در حال زندگی میکنم. به همه عشق و شادی میدم، برای همه حال خوب از خدا طلب میکنم. بیشتر میخندم، میرقصم، شادی میکنم، بیشتر قهقهه میزنم، با حتی احساساتم بروز میدم، حتی اگر گریه بکنم. خودم رو با هیچ کس مقایسه نمی کنم. سعی میکنم خودم باشم. با اعداد و ارقام به وزن و سن توجهی نمی کنم. پس عزیزای دل من، فکر کنیم که هممون الان 20 ساله ایم، همه این کارا رو انجام بدیم. هیچ وقت برای شادی و خوشی و حال خوش دیر نیست. به امید روزای خوش و بهتر.